اگه برای 10 ثانیه کل اکسیژن دنیا قطع بشه چه اتفاقی میفته؟ بریم با هم ببینیم. اول از همه باید بهتون بگم 80% کره زمین از آب تشکیل شده. فرمول آب چیه؟ H2O. اگر داخل این فرمول اکسیژن حذف بشه، تمام آبهای دنیا به سرعت تبدیل به بخار میشن و این جداسازی ناگهانی باعث به وجود اومدن انفجار مهیبی میشه. تمام خودروها وای میسن، هلیکوپترها و هواپیماها سقوط میکنن و از اونجایی که داخل بدن ما هم آب وجود داره، ما هم منفجر میشیم. همه آتیش‌ها خاموش میشن. بیشتر ساختمان‌ها فرو میریزن یا خراب میشن به دلیل اینکه برخی از آلیاژها به کمک اکسیژن هستن که نگهداری میشوند. دیگه نور خورشید رو نمیبینیم به دلیل اینکه پرتوهای نور خورشید به کمک اکسیژن بودن که انعکاس پیدا میکردن و ما دیگه هیچ رنگی رو نمیبینیم، هیچ نوری نمیگیریم. تاریکی مطلق. حالا بعد 10 ثانیه اکسیژن وقتی برگرده تازه داستان شروع میشه، چون که تمام مولکول‌های جدا شده سعی میکنن دوباره به هم دیگه بچسبن و این چسبیدن ناگهانی باعث انفجار بزرگتر میشه و این انفجار بزرگتر موجب شکافته شدن زمین میشه. یعنی اگه 10 ثانیه کلا اکسیژن بره تمام موجودات زمین میمیرن، زمین هم شکافته میشه. پس نتیجه میگیریم تو باید منو ساب کنی تا از فکت‌های عجیب دنیا با خبر بمونی.